به بهتر شدن امید نداشته باش. فقط بهتر باش. چیز بهتری باش. دلسوزتر، انعطاف پذیرتر، فروتن‌تر، منضبط‌تر. فکر می‌کنید این جمله از کیه؟ امروز قراره راجع به یک وبلاگ نویس و نویسنده خیلی خفن باهاتون صحبت کنم. بریم بیایم تا بهتون بگم. هنر ظریف رهایی از دغدغه. شاد بودن کافی نیست. عشق کافی نیست. اوضاع خیلی خراب است. و کتاب‌های دیگه‌ای که نوشته کسی نیست جز مارک منسون، وبلاگ نویس و نویسنده زمینه خودیاری که اهل آمریکاست. مارک منسون توی سال 1984 توی ایالت تگزاس به دنیا آمد و بعد برای ادامه تحصیل به بوستون رفت. توی رشته روابط بین الملل تحصیل تکمیلیش رو انجام داد و بعد توی بانک مشغول به کار شد. اما عذرش رو خیلی زود بعد از چند هفته از بانک خواستن. فکر می‌کنین دلیل اخراجش از کار چی بوده؟ مارک منسون به خاطر خوندن بیش از حد کتاب و عدم تمرکز روی کار عذرش رو میخوان و از کار میاد بیرون. البته که قبل از اینکه کار نویسندگی رو شروع بکنه توی زمینه موسیقی سعی میکنه استعدادش رو امتحان بکنه و میره انواع سازها رو یاد میگیره و شروع به زدن اونها میکنه. بعد از یک مدتی متوجه میشه که در این زمینه استعداد خاصی نداره و کلا با دنیای موسیقی هم خداحافظی میکنه. مارک منسون تقریباً 50 تا کشور دنیا رو گشته و توی آمریکای جنوبی با همسرش آشنا میشه و باهاش ازدواج میکنه. 2 تا وبلاگ میزنه. وبلاگ اولش با موضوع آداب معاشرت بوده و سال 2010 یه وبلاگ دیگه میزنه با موضوع خودیاری که این وبلاگش در حال حاضر سالانه بیش از 15 میلیون بازدید داره. مارک منسون با کتابایی مثل هنر ظریف بیخیالی و همه چیز به فنا رفته شهرت جهانی پیدا کرد و به 65 زبان زنده دنیا کتاباش ترجمه شد. عرضم به حضورتون که چیز دیگه که راجع به مارک منسون مونده بهتون بگم اینه که توی مسیر خودسازی کتاباش رو می‌نویسه و خیلی زبون خودمونی داره و از تجربه زیستش خیلی استفاده کرده. من بیشتر کتاب‌های مارک منسون رو خوندم، اما امروز قراره راجع به کتاب شاد بودن کافی نیستش صحبت بکنم، ولی در مورد شادی صحبت نمی‌کنه. کتاب شاد بودن کافی نیست مثل یک جعبه ابزاره و شما میتونید از هر قسمتش یک استفاده بکنید برای تعمیر روحتون، چون هیچ بخشش با بخش قبلی در واقع سنخیتی نداره. اگر بین دهه 20 تا 30 یا 30 تا 40 هستید، من بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بخونید. من یک بخشی از این کتاب رو آماده کردم که براتون بخونم و کلا کتابای مارک منسون همشون به نظر من کتاب‌هایی هستن که ارزش خوندن رو دارن و بعضن حتی بعضیشون ارزش دوبار خوندن رو هم دارن. یه کوچولو بریم برگردیم. من یک قسمت از کتاب شاد بودن کافی نیست رو براتون میخونم. از تغییر دادن خودتان دست بردارید. نمیتوانید خودتان را تغییر دهید، پس حتی سعی نکنید این کار را انجام دهید. میدانم این حرف دقیقاً برخلاف سمینارهای خودیاری و تبلیغات تلویزیونی است، اما آنها را رها کنید. آنها اشتباه میکنند. نمیتوانید تغییر کنید. مثل آدمی تشنه که در بیابان به دنبال سراب است یا فرد چاقی که به درون یخچالی خالی خیره شده است. آنجا هیچ چیزی وجود ندارد. پس از دنبال کردن آن دست بردارید و به جایش کار دیگری انجام دهید. چرا نمیتوانید خودتان را تغییر دهید؟ چون ایده کلی تغییر ساختاری قراردادی دارد. چیزی است که خودتان به وجود آوردید تا باعث شود احساس خوبی داشته باشید. من دیروز این مقاله را ننوشتم، امروز نوشتم. تغییری کردم؟ با توجه به تفسیری که از کلمه تغییر دارید، هر دو جواب بله و خیر میتواند درست باشد. در اصل شما همیشه دارید تغییر میکنید و هیچ وقت هم تغییر نمی کنید و این تنها به نگرش شما بستگی دارد. چیزی که شما آن را تغییر بدانید یا ندانید تنها خطی خیالی است که در سرتان کشیده شده است. می توانم تصمیم بگیرم که تغییر دادن خودم یعنی داشتن 1 میلیارد دلار، پس می نشینم و خودخوری می کنم که نمی توانم در طول زندگیم تغییر کنم. بنابراین این تعریف کارآمدی از تغییر نیست. یا می توانم تصمیم بگیرم که تغییر دادن خودم یعنی نریختن سس کچاپ روی سیب زمین‌های سرخ کردم.
اگر تغییر این است، پس تغییر خیلی آسان و مسخره است. اما تعریف من از تغییر اهمیتی دارد؟ در واقع نه. تغییر چیست؟ وقتی افراد در کنار متخصص روانکاو یا همسران سابقشان می‌نشینند و ناله می‌کنند که بالاخره قرار است تغییر کنند، فقط وعده چیزی خیالی و غیر واقعی را می‌دهند. اگر قبلا دروغ می‌گفتند و حالا از دروغ گفتن دست کشیدند، تغییر کردند؟ آیا آنها برای همیشه و به طور غیر قابل بازگشت درست شده‌اند؟ دیگر دروغ نمی‌گویند؟ و حتی اگر دیگر دروغ نگویند اهمیتی دارد؟ لطفاً ما را مطلع کنید. میلیون‌ها همسر مطلقه مایلند جواب این سوال را بدانند. ما نمی‌دانیم تغییر چیست، چون نمی‌دانیم خودمان چه چیزی هستیم. اگر فردا بیدار شوم و خلاف تمام کارهای امروزم را انجام بدهم، آیا تغییری کردم؟ یا همان آدم قبلیم که تصمیم گرفته کارها را طور دیگری انجام دهد؟ و مهمتر از آن، چه کسی اهمیت می‌دهد؟ من اهمیت نمی‌دهم، شما هم نباید اهمیت بدهید. مشکل استفاده از کلمه تغییر اینجاست. هویتتان را هم شامل می شود. زمانی که هویتتان هم وارد ماجرا می شود، از نظر احساسی به چیزهای خیالی وابسته می شوید. از کوره در می روید و خودخوری می کنید و دیگران را مقصر می دانید و به این نتیجه می رسید که موجودی بی ارزشید و در این دنیا امیدی به شما نیست. می توان گفت می خواهم شروع کنم هر هفته برم باشگاه، یا می توان گفت بالاخره وقتش رسیده که تغییر کنم و آدمی بشم که هر هفته میره باشگاه. جمله اول ساده است. شما می‌خواهید به باشگاه بروید، پس می‌روید یا نمی‌روید. جمله دوم این مفهوم را در خود دارد که شما برای رفتن به باشگاه باید در خودتان تغییر اساسی ایجاد کنید و این جمله به شدت احساسات را برمی‌انگیزد. اگر موفق بشوید که نمی‌شوید، از اینکه آدم جدیدی شدید احساس سعادتمندی می‌کنید و این احساس تا زمانی باقی می‌ماند که دوباره احساس بیچارگی کنید و بخواهید تغییر کنید. اگر هم شکست بخورید، خودتان را به دلیل تنبلی بی‌پایان سرزنش می‌کنید. و اشکال درگیر کردن هویت اینجاست. اگر زمانی که در انجام کاری شکست بخورید، فکر کنید شاید دارم خودم را مسخره می‌کنم، شاید آدم باشگاه برویی نباشم، شاید این مدلی نیستم، پس چرا الکی تلاش کنم؟ چون تصمیم گرفته اید این کارهای قراردادی نشانگر کلیت شخصیتتان باشند، این را که نتوانسته اید از جا بلند شوید و شلوار ورزشی بپوشید، حکمی بر ارزش خود به عنوان یک انسان می‌بینید. از خودتان متنفر می‌شوید و انگیزتان برای تغییر یا انجام هر کار دیگری در آینده از دست می‌دهید. از سوی دیگر اگر موفق شوید، فرار لحظه‌ای از خودتان را تجربه می‌کنید. اما خیلی زود این احساس از بین می‌رود و باید برای خودتان تعریفی جدید از تغییر بحث کنید تا آن را پی بگیرید. همانطور که اریک کلپتون به مواد مخدر اعتیاد داشت یا ادگار آلن پو که دائم الخمر بود و در جوی آب مرد. یک راهنمای حرفه‌ای. چیزی به اسم فرد باشگاه برو وجود ندارد، بلکه فقط افرادی هستند که به باشگاه می‌روند. همینطور چیزی به عنوان فرد مؤثر وجود ندارد، فقط افرادی هستند که اغلب کارهای تأثیرگذار انجام می‌دهند. چیزی با عنوان فردی دوست داشتنی وجود ندارد، فقط افرادی هستند که اشخاصی خودخواه و زننده نیستند. همیشه درباره شما نیست، در واقع به ندرت درباره شماست. در کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها به صورت مختصر درباره اهمیت حفظ هویت نوشتم، زیرا زمانی که هویتمان را درگیر مسائل می‌کنیم، زمانی که تصمیم می‌گیریم رفتارهای خاص یا اتفاقات نشانگر ارزش‌های انسانی ما باشند، همه چیز از لحاظ احساسی آشفته می شود و زمانی که آشفتگی احساسی به وجود بیاید مثل ابله‌ها رفتار می کنید. در عوض به زندگیتان صرفاً به صورت سلسله طولانی از اقدامات و تصمیمات نگاه کنید. اگر شما هم مثل اکثر مردم باشید، بسیاری از این تصمیمات و اقدامات کمتر از حد مطلوبند. وقتی اکثر ما میگوییم می‌خواهیم تغییر کنیم، به این معناست که می‌خواهیم اقدامات و تصمیماتی مطلوب‌تر داشته باشیم. سالها از صبح‌ها متنفر بودم. تقریباً در تمام زندگیم دیر از خواب بیدار شدم. این موضوع باعث شد در زندگیم وضعیتی افتضاح پیش بیاید. به هیچ کدام از کارهایم نمی‌رسیدم، پس مجبور بودم تا نیمه شب بیدار بمانم و کار کنم و روز بعد خسته و آشفته بودم. پس شب بعد را مجبور بودم بیشتر بیدار بمانم که به کارهایم برسم. در پایان هفته کاملا از پا درآمده بودم. برای فرار از این وضع بیرون می‌رفتم و به طور افراطی خوشگذرانی می‌کردم و مهمانی می‌رفتم، چیزی که فقط باعث می‌شد هفته بعد افتضاح‌تر بگذرد. با این حال به نوعی توانستم شغلی دست و پا کنم. نپرسید چطوری. جواب:
با یک کامیون کافئین که من را بیدار نگه دارد. اما به جای توجه به عملکرد خوبم، آن هم با وجود عادتهای بدی که داشتم، این موضوع را شخصی کردم و آن را بخشی از چیزی که بودم پنداشتم. به این نتیجه رسیدم که بخشی از هویت من است. با خودم گفتم من یک کله خرم، گور پدر صبح بیدار شدن، لعنت به خوابیدن، به این مزخرفات نیازی ندارم. مامان ببین من میتونم تمام شب رو کار کنم. وقتی 22 سالید این کار شدنی است، اما وقتی 32 سالتان است خیر. در دهه 4 زندگیم انجام کار موثر برایم سخت شده بود و به جای توجه به عادتهای بد با خودم گفتم خب من آدم سحرخیزی نیستم. اوه من اهل انجام کارهای روزمره صبحگاهی نیستم. نپذیرفتن این موضوع برای من به منزله تسلیم شدن پیش از شروع بود. زمانهایی که سعی می‌کردم زود بیدار شوم یا ورزش کنم یا صبحانه سالم بخورم، با خودم کلنجار می‌رفتم و فوراً به خودم می‌گفتم می‌بینی من برای این کارهای صبحگاهی ساخته نشدم. سرانجام باید بر خود غلبه می‌کردم. باید تصمیم می‌گرفتم که می‌دانید من نمی‌دانم چه کسی هستم یا چه کار می‌کنم، اما می‌دانم طبق اسناد تاریخی و به طور علمی و بر اساس حکایات و کلاً هر کسی که احمق نیست صبح زود بیدار شدن و آغاز روز با کارهای روزمره و ساده و خوب روشی سالم و موثر برای زندگی هر فرد است. پس من هم همین کار را کردم. هویتم را از آن جدا کردم و صرفاً این کار را انجام دادم چون کار خوبی بود. حالا سحرخیزم. معمولاً مدیتیشن میکنم و سبزیجات و غذاهای سالم میخورم. در اولین فرصت ممکن هم شروع میکنم به نوشتن. آیا این باعث شده از فرد سحرخیزی بشوم؟ آیا از من آدم مفیدی ساخته؟ چه کسی میداند؟ چه کسی اهمیت میدهد؟ من که اهمیت نمیدهم. با اهمیت ندادن بود که این کار برای من ممکن شد. وجود خودتان را از تصمیماتتان جدا کنید. چون اغلب مربوط به شما نیستند. به راحتی از خودتان بپرسید انجام دادن این کار خوبه؟ بله. پس بروید و انجامش بدهید. در انجام آن شکست خوردید؟ هنوز وقت برای انجام دادنش هست؟ بله. پس دوباره انجامش بدهید. اگر در هر مقطعی متوجه شدید به اندازه‌ای که فکر می‌کردید خوب نیست، پس دیگر انجامش ندهید. پایان داستان. اعمالتون رو تغییر دهید، نه خودتان را. اکثر ما حس می‌کنیم در عادتهای خاصی گیر کرده ایم. در واقع علت این گیر افتادن این است که از نظر احساسی غرق در رفتارهای ناسالم شده ایم. افراد سیگاری فقط سیگار نمی‌کشند. آنها هویت کاملی را حول سیگار کشیدن شکل می‌دهند. این امر زندگی اجتماعی، عادتها، خورد و خوراک، خواب و دیدگاهشان نسبت به خودشان و دیگران را تحت شعاع قرار می‌دهد. آنها نزد دوستان و خانواده به فردی سیگاری تبدیل می‌شوند. آنها با سیگار خود ارتباط عاطفی برقرار می‌کنند. همانطور که من و شما با حیوان خانگی یا اسباب بازی محبوبمان ارتباط عاطفی برقرار می‌کنیم. وقتی تصمیم می‌گیرند خودشان را تغییر بدهند و سیگار کشیدن را ترک کنند، در اصل سعی می‌کنند کلیت هویتشان را تغییر دهند. تمام روابط، عادت‌ها، پنداشت‌هایی که با انجام دادن تنها یک کار طی چند سال به وجود آمدند، تعجبی ندارد که شکست می‌خورند. فن ترک سیگار یا تغییر هر عادتی پذیرش این موضوع است که هویت شما، منظور چهارچوب ذهنی که در مغزتان به عنوان من بر آن برچسب می‌زنید، در حقیقت وجود ندارد. موضوعی قراردادی است، تنها نوعی نماست، بنا به خواست شما برافراشته می‌شود و فرو می‌پاشد. شما سیگاری نیستید، شما کسی هستید که انتخاب می‌کند سیگار بکشد. شما شب زنده‌دار نیستید، فردی هستید که انتخاب می‌کند در طول شب فعال باشد و در طول روز بخوابد. مثل خود من. این کتاب ننوشته، این دارم خودم میگم. شما فرد ناکارآمدی نیستید. فردی هستید که تصمیم گرفته اید کارهایی بکنید که مفید نیستند. شما منفور نیستید. فردی هستید که در حال حاضر حس می‌کند به او توجه نمی‌شود. و تغییر این اعمال به آسانی تغییر اعمال خودتان است. هر بار یک عمل، برچسب زدن را فراموش کنید. پاسخگویی اجتماعی را فراموش کنید. تحقیقات نشان می‌دهند اشتراک اهداف با دیگران اغلب می‌تواند نتیجه معکوس بدهد. کسی یا چیزی را که هستید فراموش کنید. چیزی را که پاپ درباره شما فکر می‌کند کاملاً فراموش کنید. چون پاپ درباره شما فکر نمی‌کند. اکثر ما هم این کار را نمی‌کنیم و شما هم این کار را نکنید. هویتتان همان چیزی است که شما از نظر احساسی به آن متصلید. سرابی است در بیابان. یک بطری سس گوجه فرنگی در یخچالی خالی است. و سریع‌ترین راه برای تغییر خودتان این است که بپذیرید خود واقعی شما برای تغییر وجود ندارد. خب اینم بخشی از کتاب شاد بودن کافی نیست اثر مارک منسون
که من براتون خوندم و خیلی سرفصلای جالبی داره. پیشنهاد میکنم حتی اگر که از این بخش خوشتون نیومده به سرفصلای دیگرش میتونید سر بزنید، بخونید کتاب رو و ازش لذت ببرید. مشتاقانه و بی‌صبرانه منتظرم که دوباره باهاتون ملاقات بکنم و کتاب بعدی رو که الان نمیگم چی هست بهتون معرفی کنم. شب خوش.